بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، امروز خواستم با یکی از سوالهای خیلی خیلی تکراری می آمده شما کوتاهک پاسخ گویم، برای اون که سوال اینقدر جوابی دراز نمی خواهد. آن هم درباره کار کردن در شرکت اتمی یا کریسکای کمپانی که دیگر همه می دونید اساساً با تجارت کسمتیکا و یا گفتیم موادهای آرایشی مشهور می باشد و عجیبش این است که کارگرهایش رو هم از دولت‌های آسیای میانه جمع می کند، یعنی زنهای خانشین تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و این مکانها را. راستی در همین باره پس از آن که من درباره شرکت فابریک و حرام بودن آن و فریبگر بودن مدیرهای آن و چگونه آنها یعنی با چند فریب مردم را جمع میکنند و چند نفر الحمدلله الکی خبر دادند که در حقیقت ما فریب خوردیم، درباره آن صحبت کرده بودم. چند خواهرها پرسیدن که این شرکت چی و برای یک شرکت رو کلان حکمش رو گفتن حتما دربارش آگاهی کامل داشته باشیم و من در همین تعطیل عید که یک هفته تعطیل داشتم با زیادی از کارگران آن هم در تماس بودم و به حیث کنی بینم این شرکت چگونه هست گویان، گویا که میخواهم به کار قبول شوم گویان، فقط به مقصد دانستنی یعنی کار رفتی کار در این شرکت و چند سایت هایشان در آمدم و ثبت نام کردم و گفتی رسا رجیستراسیون کردم و عیناً مثل فابریک خواهران عزیز، اگرچه اینقدر مثلا کاتالوگ زیاد ندارد و خرید زیاد نمیخواهد، اما شما با پرداخت پول به اینجا داخل میشوید. یعنی شرکت اتمی اصلا به یگان پول یگان کس رو قبول نمیکند. تو برای پیوی گرفتن یا همون بال رو در این شرکت که پیوی میگویند، برای کسب شدن به پیوی حتما باید خرید کنی، اگرچه یک مقداری کم است، با 2000 2500 است. اون هم خرید از کسمتیکا، اون هم خرید از کسمتیکا که دیگر میدونید آیا شما به همون نیاز دارید یا به خاطر گرفتن بال یا همون پیوی خرید کردید. برای همین در لجنه علمای در لجنه فتوای علما هم اومده است که در عربستان سعودی هست و اکثری علمای مشهور معاصر در آنجا کار میکنن یا گفتیم حکم یکی از مسئله ها رو میبرارن. در آنجا هم این ستوی مارکتینگ رو با نام تجارت شبکیه یا که تجارت الاحرامیه پیرامیدوی گفته میگویند و تقریبا با یک زبان همه گفته هستند که این چیز حرام است. از چند جهت، یعنی همین اتمی هم مثل فابریک فریب است، حرام است، برای اینکه یکم قدم شما با خرید است. یعنی شما گویا که با قمار شروع میکنید. چرا میگویند قمار؟ برای اینکه تو خرید میکنی به قصد اینکه زیادتر پول گیری از آنجا. یعنی تو خریدت به من در کار است، نه، نیتت فقط به خاطر گرفتن همون بالی آنها یا پیوی آنها هست و تو داخل میشوی، اول خرید میکنی، بعد به کار شروع میکنی و باز دیگر نفرها رو آنجا طرف چپ و طرف راست دولینه که دیگر آدم قبول میکنن، باز باید زیر خود چند کسی دیگر رو ابونه کنی یا رجیستراسیون کنی که آنها هم خرید رو شروع میکنن. آنها هم عجیبش نست که اون بیچاره ها هم وقتی میگویی تو خرید کن تو معاش میگیری، آنها هم به قصد معاش گرفتن فقط خرید میکنن و این عیناً همون قماری هست که در اسلام شما پول میپرتوید تا که پول زیادتر گیرید و آیا میگیرید یا نمیگیرید، یعنی همون چیزی که خریدید از اون فایده میکنید یا نمیکنید اصلا معلوم نیست. یعنی تو کسمتیکا که خریدی که اساسا این شرکت اساسی کارش فروخت کسمتیکا هست که درباره کسمتیکا هم باید بدانیم که دیگر عصر 21 هست و اگر یک نظر کنید اکثریت طبیبان میگن تمام نمود کسمتیکا ها ضرر دارد، هم به پوست شما هم به پول شما و زنهایی که همیشه با رنگ و بار میگردن آنها بدون رنگ و بار دیگر زندگی کردن نمیتوانند. به جای اون میتوانید از 1001 رستنی و از 1001 موادها یا چیزهای طبیعی استفاده کنید و ما یعنی فقط به خاطر اینکه این شرکت یافته است این گونه کارگرهای کمی چی گویم ساده گویم شاید خفه شوند، این گونه زود باور رو آمده است جاری کرده است کارش را اساسا در آسیای میانه و خواهرانی که به این شرکت کار میکنن اول باید خرید کنن، یعنی اول پول پتوین بعد داخل این شرکت میشه. گفتید نه خرید برای خودم است، آخر شما برای بال خرید میکنید، این رو خودتون هم میدونید. اگر هیچ شرطش نبود شما گفتید من از این شرکت خرید کردم
به من خط آمد که تو هدیه دار شدی، این مسئله دیگر است. به شما هدیه عادی دادن، اما شما شرطنامه رو خواندید که تو خرید میکنی بعد اعضای کارگری ما میشوی. این همون مقامره یا گفتیم قمار هست که خودی علمای معاصر همین رو گفتگی هستند. میتوانیم پیدا کنیم در خود اینترنت ها. الحمدلله چند شیخ ها رو سخنشان رو برادران کافکس ترجمه هم کردگی هستند درباره سیتوی مارکتینگ که در این باره هست. این یک، یعنی شما با قمار داخل میشوید به اینجا که پول میپرتوید که پول برم. مقصد قمار همین است، پول میپرتویم که شاید پول برم، یعنی از اونجا پول درآمد کنم. این یک. دویمش اگر گفتید نه من کارگر اینجا هستم، من به اینجا خریدار می آورم و شرکت به من معاش می دهد. عزیزان، پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در سنن نسائی است، میگن وقتی کسی را کارگر گرفتید معاش او را، اجره او را اول معین کنید. آیا شرکت اتمی به شما یک مقدار معین پول گفت که تو به تو هر ماه این گونه پول پرداخت کرده می شود، یا به شما گفت مثلا هر 10 نفری که خرید میکنند مثلا 10% از آن تو هست؟ این گونه چیز نیست. تو خودت خرید میکنی یا برای خیش و تبارت خرید میکنی، دیگرها رو میآوری که دیگرها هم خرید کنند، به دیگرها هم میگوی شما هم کار کنید در اینجا. یا حتی اگر دیگرها رو آوردی هم یک مقدار بالها از تو یا پیوی ها برای تو جمع میشود. یعنی این شرکت یک معاش معین ندارد برای کارگرهایش که حتما کارگری من هر ماه همین مقدار پول میگیری. و عجیبش این است که نکم از 10-12 نفر زنهایی که بعضیشان روس بودن بعضیشان نه درباره اتمی صحبت کردن دیدم. من خودم در یوتیوب 2 سال پیش خیلی این شرکت رو درباره‌اش صحبت میکنن بعد از 1 سال میبینید که اینها از اینترنت گم میشون. یعنی خودشان رو آشکار میکنن که این کاری بردوام نیست، این کار با بالا پر دادن است و فقط یک چند نفره که اکنون از حد بتواند مردم را فریب کند، مثل چند خانم های فبلیک تاجیکستان، دیگرها همه در اینجا به باطلاق می افتند. یعنی همون یک خرید کردن می درآیند، هیچی معاش نمیگیرند. 2-3 کسمت که میخرن استفادهش کردن یا نکردن رو الله میداند، با همین نیست شده میروند. یعنی تقریبا اکثریت زنهایی که من دیدم همین اتمی رو خیلی تعریف کردند و سایت کشودن، پس از 1 سال یا 2 سال تماما نیست شدن. یعنی عموما این چیز رو بردوام نمی‌یابد که بردوام در همین کار باشد. یعنی خیلی، حتی من اینش بودم و من دیرکتورش بودم و چیزی دیگر میگفته ها. پس اینجا هم یعنی تو اگر گفتی که من کارگرم، کارگر باید معاش معین داشته باشد. که آیا معاش معین دارن اینها؟ نه آدم بیار. و با این نمود شما یعنی گویا که اگر کارگر هم باشید، کارگری که با پول به کارتان در آمدید که من پول زیادتر شاید میگیرم، بعد کارگری هستید که معاش شما معین نیست، میگیرید نمیگیرید نه، شما باید فقط به همه رکلام کنید. و بعضی ها هستن چه خیلی گفتم پیش میروند، اما اکثریت در اینجا پیش رفته نمیتوانند. چیزی دیگر این است که عیناً چه خیلی گفتم اینجا بال هست. یعنی تو باید بال بگیری، درآمدنات باید در این شرکت برای تو یک بال جدا شود در همون سایتی که میکشو که با خریدی تو هست که این عیناً همون چی است، پول میپرتوی شاید که پول بگیری. و چیزی دیگر خواهران عزیز، یعنی خواهرانی که به همین فریب سیتوی مارکتینگ ها داده میشوید، در اول اینقدر میگویند برایتون که در جای زیست در درون خانه ات نشستی به یگان صرف پول، یک پول دور میشوی، انا ببینید من خانه خریدم، انا ببینید من معاش کلان گرفتم. خواهران عزیز، حلال همیشه برکت خود را دارد. یعنی این را همچون یک میتوانید یک نصیحت خواهرانه از من قبول کنید، میتوانید همچون یک مصلحت قبول کنید، هر چی باشد. در شریعت، در حقیقت الله میگوید احل الله البیع و حرم الربا. ما تمامی نمودی تجارت ها رو که شرط هایش رو پیامبر بیان کردن حلال کردیم برای شما و ربا رو برای شما پره رو حرام کردیم. شما وقتی که یعنی این گونه فراسات و عقل ماشاءالله دارید که داخل سایت اینترنتی شوید، به خود یک سایت کشاید، طرز مردم جمع کردن رو توانید، طرز خرید رو از اینترنت توانید، چرا یک تجارت خود رو باز نمی کنید؟
یعنی کوچک باشد، بگذار تجارت باشد با 10,000 روبل روسی، بگذار حتی با 5,000 روبل باشد، چرا یک تجارت مستقیم آزاد خود را باز نمیکنید تا اینکه عمرتان برای پیوی گرفتن یا بال گرفتن و کاتالوگ نگاه کردن نگذرد؟ خودتان با تجارت آزاد خودتان پیش روید. مادامی که این همه مردم رو به همون کمپانی اتمی جمع کرده میتوانید، چرا برای تجارت شخصی خودتان یک مشتری یا برای کلینت پیدا کردن حرکت نمیکنید؟ یعنی این بهتر نیست؟ هم خودتون پیش می روید، هم چیزی هست که حلال است، یعنی باری خودت رو خودت می فروشی، از مقداری کم 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 رفته و زیاد می شود. دوم، اگر گفتید نه من پول ندارم برای تجارت کردن، پس چرا میانه روی حلال رو پیشش رو نمی گیریم؟ یعنی چرا نمی توانیم کارگر باشیم به یک مغازه که من مثلا باری شما رو به دیگران پیشکش میکنم، به من معاش معین از هر فروشم مثلا 10% یا 15% که خودی تاجران کلان هم به این گونه کارگرها نیاز دارن. این گونه به تجارت هایی که یا گفتیم ببخشید میانه روی هایی که سمسره میگوین یا سمساره میگوین در فقه اسلامی، به این دست نمیزنیم. یعنی چرا برویم به جایی که آمیخته قمار است، به جایی که معاش معین ندارد، به جایی که بارهایش رو خودمون هم میدونیم که به درد ما نمیخورن؟ یعنی یک زنی تاجیک تا چه اندازه از یک کمپانی کریوی یا کوریایی اینقدر کسمتیک استفاده میکنه در یک سال؟ یک کرم برای چند ماه میرسد، یک چیزی دیگرش برای چند سال میرسد که این گونه باید برای خرید کردن دیگران رو هم این طرف و اون طرف. بعضا دل من میسوزد که اینقدر مردم رو میگم بیاید داخل شوید، بیاید خرید کنید، بیاید. چرا بار خودتان رو، یعنی کالای خودتان را اینگونه به تجارت نمیمونید؟ هستن الحمدلله تاجرانی هستن که میگن باری مرا فروش و بالایش مان، بعدن پولش را میدهی. اینگونه یا حتی یک قرض حسنه از یک خواهر برادر پیدا کنیم، یا گفتم میانه روی حلال را پیش گیرید. یعنی با یک تاجری که خودتون میشناسید، با او شما یعنی اتفاق نامه، شرط نامه بستید که من تجارت شما رو برای پیشبری در اینترنت که الله که خیلی گفتم در اتمی که کار میکنید، شما با اینترنت کار کردن رو میتوانید. این گونه بار شما رو به فروش میمونم، به من همین مقدار فایده میدهید، مقدار معین. یعنی که بالای هر باری فروختم 10% از من، 5% از من، یا یک معاش معین که بار رفت یا نرفت هر ماه همین مقدار از شما معاش میگیرم. یعنی این راه حلال است. چرا اینها رو میمونیم؟ از پس دوسه فریبگر میروید که یک خودتون رو نه چند نفری دیگر رو اونجا رجیستراسیون میکنید، اونها هم برای اولین معاشش $20 است، نمیدونم یا از این زیاد است که کمتر، اونها هم دیگر خرید میکنن با امید اینکه این ماه معاش گیرن، فکرشون فقط پیوی جمع کردن است یا همون بال جمع کردن است، دیگر آرامش ندارن. چیکار کنم که خودم خرید کنم؟ یک چیزهایی که برایشون دردشون نمیخورد اون رو حتی میخرند که نه من معاش میگیرم. عیناً همون فریبخوری هست. عیناً یک نفری در بالای این پیرامیده نشسته رو پوری پول کردن است و پایان دیگر همه سرسان است، به جز 2-3 نفرهایی که اونها هم چه خیلی گفتم راه فریب رو میدونن. یعنی بیایید شروع کنیم به یک چیزی حلال. الحمدلله عقل دارن این گونه خواهرانی که از طریق اینترنت آدم آوردند و از پیش هستند، یعنی مهارت دارن. بیایید یعنی یا از طریق یا میانه روی حقیقی باشید، یا اینکه تاجری حقیقی، یا اینکه کمک کننده به تاجر مدت، بعدن تجارت خودتون رو باز کنید. از اینکه به این گونه کمپانی ها رجیستراسیون گفتیم عبور شوید. این بود درباره اتمی. چیزی دیگر خواهران عزیز، چند نفر در زیر بعضی نوارها هم هست و به من شخصا در تلگرام نوشتن که ما در فبریلیک کار میکردیم. در همون زمانی که شما درباره فبریلیک نوار کردید، ما هم شما رو خیلی دشنام کردیم. بعضیشون حتی سایتشون رو نشون دادن، شما رو دشنام کردیم، بعضی چیزهای در حقتون گفتید، ما رو ببخشید. و خواهران عزیز، مسلمه نور محمدی کی هست که کسی وقت بخشش پرسید او را نبخشد؟ در حدیث خوانده بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن بدترین مردم همانی هست که یک آدمی که در حقش ظلم کرد اومده از او عذر میپرسد، او عذر او را قبول نمیکند. وقتی شما عذر پرسیدید، عذرتون به جان دل قبول است، تاج سر است، عذرتان مقبول است. انشاءالله پروردگار خطاگی های شما را هم ببخشد، مرا هم ببخشد و من هیچ خفگی و کینه
به شمایان آنهایی که عذر پرسیدید و چندین بار گفتید شما ببخشید، من از شما یگان جایی دیگر خفگی ندارم و پروردگار در رزقتان، در تجارتتان، در حیاتتان برکت بدهد که محتاج کسی نشوید. الهی محتاج کسی نشوید. و الحمدلله وقتی که گفتید ما دست کشیدیم و بعداً فهمیدیم که در حقیقت فریب های زیاد خوردیم، این برای من هم خرسندی بود و الله شاهد است که من نه با فبرلیگ یک مشکلی خصومت شخصی دارم، نه با اون خانم های فبرلیگ که داخلی تاجیکستان، نه با اتمی. فقط از این که یک امانت کوچک علمی در من است، رسانیدن حلال و حرام برای من فرض است. نرسانیدم، پروردگار از این زبان مرا میپرسد روز قیامت و از این امانت میپرسد. برای همین این مسئله رو برای شما بیان کردم و امیدوار هستم که این مسئله برایتان گشاد و روشن دیگر بیان شد. این بود صحبت امروزه من. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.